عزیزان، راستی در یک کاری دنیا در عجیبم. در زندگی همه روزه با انسان‌های وا می‌خوریم، روبرو می‌شویم که قیمت‌ترین گنج زندگیشان را، عزیزترین انسان حیاتشان را، مادر را از دست داده‌اند. اما تا حال روز و روزگار آنها برای ما عبرتی نشد، حالان که قدر مادر را تو از شخصان بی مادر بپرس. چنانه که کودک بودیم مادر داشتیم، جیبمان پول نداشت که برایش تحفه بخریم. وقتی به جوانی میرسیم مادرمان هست، پول هم داریم، اما وقت برایمان امکان نمیدهد. زمانی میرسد که وقتمان هست، همه چی داریم، اما با جستجو کردن دیگر مادر را پیدا کردن نمیتوانیم. هیچ کس چون مادرم بر من نسوزد زار زار. هیچ کس چون مادرم راهی مرا نیست انتظار. من شدم ره گم زده در کوچه فندی زندگی. هیچ کس چون مادرم هرگز نشد دل بیقرار. انسان بعد از رها گشتن از آغوش گرم مادر، بعد قیمت او را، قدر او را درک می کرده است. قدر مادر گر بدانی صاحبی دولت شوی، خاک پایش گر ببوسی داخلی جنت شوی.